کتاب رفیق دیرینه هر یکی ما و شما هست. از آن روزی که دنیا هست انسان توسط کتاب دانش خود، معرفت خود را بالا می بردارد و زندگی خیش را بالا می بردارد. در آن جایی که کتاب است و انسانیت به کتاب رو می آورد، البته پیشروی هست. کتاب یک نعمتی است که بی منت تنها با واسطه خواندن آموختن انسانیت را به راه درست زندگی هدایت می کند. امروزها در شهر اصفهان 22 کتابخانه ها و یک در کتابخانه مرکزی و دیگر بخش ها در جماعت ها فعالیت می کند که در آن بیشتر از 185,000 کتاب ها نگهداری کرده می شود و از 185,000 کتاب هایی که در این کتابخانه ها هست، بیش از 60% آنها را ادبیات ها با زبان های روسی تشکیل می دهند و اکثر این ادبیات ها را باز ادبیات هایی که منسوب به دوره سابق اتحاد شوروی هست که امروز بسیاری از آنها از استفاده بیرون است. و من میدونم که مردم اصفهان صاحب معرفتی بلند، صاحب دانش و خردی بلند و صاحب عنعنه‌های خیلی و خیلی نکوترین هستند و این لحظه فکر میکنم که خوانندگان، شهروندان و همان شخصانی که این لحظه توسط شبکه‌های اجتماعی ما را تماشا میکنند روزشان را و این ساعت‌های زندگیشان را بخیر میگوییم و امید میکنیم که این لحظه مقصد و مرام ما را به خوبی درک میکنند و ما را دستگیری میکنند، زیرا که امروزها کتابخانه‌های شهر و دهات اصفهان نیاز به دستگیری شما شهروندان عزیز، خوانندگان عزیز، مردم سخاوتمند و سخاوت پیشه، صاحبکاران، راهبران بننگ و ناموس شهر اصفهان نیاز دارد. زیرا اکثر کتابخانه‌ها کتاب‌هایشان خیلی کهنه هست و فرسوده هست و اگر ما چند پیش با دستگیری رئیس شهر اصفهان محترم بهادرزاده با بیش از 500 ادبیات‌های نو گرفتیم که این لایق احترام است و دستگیری هست، ولی این خیلی کم است و من باوری کامل دارم و گفته میتوانم که از روی تجربه کاریم که در اکثر کتابخانه‌های شخصی یا در اکثر خانه‌های شهروندان شهر اصفهان کتاب هست و آن شاید در استفاده باشد، شاید در یک کنج خانه بیکار خوابیده از زرد شده است، از استفاده بیرون است، ولی به خاطر آنکه شما واقعا کاری ثواب خواهید و در زندگی یک برای ما مدد کرده باشید، بسیار از شما خواهش میکنم که همین کتاب ها را به کتابخانه شهری شهر اصفهان آورده سپارید که ما نامنویس میکنیم و روی خطی هر یک آن شخصانی که به کتابخانه ما کتاب اهدا کردن البته با احترام نامنویس کردن نامشان را معرفی میکنیم و هر آن شخصی که میخواهد که به کتابخانه یک کتاب نو از صمیم دل تحفه کند، ما این راز نیز انتظار هستیم و بسیار خواهش میکنیم از خوانندگان خرد و بزرگ، از خوانندگانی از که 5 ساله 6 ساله ما تا 70 ساله 80 ساله خواننده داریم و زیاده از 12,000 خواننده دائمی داریم و همچنین به همه شهروندانی که ما را تماشا میکنن بسیار خواهش میکنیم که به خاطر کاری ثواب اگر کردنی باشن مرحمت به کتابخانه شهر اصفهان با 1 یا 2 کتاب، الان هر آنچه که همت شما هست و میتوانید، زیرا بعد از چند روزها در سراسر دنیا 16 فوریه همچون روزی عمومی جهانی هدیه کتاب تجلیل کرده می شود و در اکثر مملکت های خارجی، در مملکت های پیشرفته عنعنه خیلی خوبترین است که در روز 16 فوریه آنها به این یا آن مغازه های کتاب فروشی به نوبت می ایستند و کتاب های از همه قیمت ترینی که برای آنها قیمت است گرفته البته به این آن کتابخانه و به شخصان دوست داشته‌شان تقدیم میکنند با امید آنی که یک حصهشان به خاطر بالا بردن معرفت شهروندان رسیده باشد. از این رو ما تا 16 فوریه و من بعد نیست از هر یک شما شهروندان واقعا انتظار هستیم که توسط مهربانی برادر و دوست عزیز ما حبیب الله که لحظه ما را به نوار گرفته ایستادند، شما
کتاب‌های نادر، کتاب‌هایی که برای شما قیمت است و آن را شما ضرور می‌شمارید، اگر واقعا دلسوز باشید مرحمت به کتابخانه ما آورده سپارید. ما انتظار قدم‌های مهربانی هر یک شما هستیم.